کارمندان پلیس نویه پروامایسکی ولایت ارینبورگ روسیه در گذرگاه مشتکاو در مرز با قزاقستان یک شهروند 26 ساله تاجیکستان را که قریب 3 سال باز با اتهام قلابی تحت جستجو قرار داشت دستگیر کردند. این جوان در وقتش توانسته است از مقامات تاجیکستان فرار کرده چند سال در روسیه پنهان شود، ولی اخیراً هنگام کوشش عبور مرز روسیه با قزاقستان به دست افتاده است. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت ارینبورگ، دستگیر شده از ماه نوامبر سال 2019 از جانب شعبه وزارت کارهای داخلی شهر خوجند تحت جستجو قرار داده شده بود. تفصیلات دیگر پرونده او و مشخصاً به چه موردهای قلابی عیبدار شدنش در خبر پلیس ارینبورگ گفته نشده است. گفته می شود که بازداشت شده را در تفقیفگاه موقتی جای کردند و پلیس نویه پروامایسک همکاران خود از تاجیکستان را درباره بازداشت شدن این نفر تحت جستجو خبردار کردند و حال مسئله استرداد او به تاجیکستان در دست بررسی قرار دارد.